رئیس شهر بوستون یا سابق چکالوفسکی ولایت سوخت مفسومه مومینی از حوزه حدود یک مانداتی انتخاباتی خوجند رقم 13 همچون نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان این کشور پیش بری شده است. انتخابات میان دوره در همین حوزه روز 16 ایون سال 2023 دایر می شود. کرسی وکیل از حوزه رقم 13 بعد معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شدن و از حق وکیلی محروم شدن وکیل قبلی از این حوزه گلبهار نظیری خالی شد. نظیری که رشته زبان و ادبیات روسی و اقتصاد دانشگاه دولتی خوجند را ختم کرده است، از سال 2020 وکیل پارلمان و از آن قبل دکان یکی از رشته‌های دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست بود. شهردار خوجند در سامانه رسمیش خبر داد که نامزدی مفسومه مومینی از جانب حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان در انجمن غیر نوبتی سازمان شهری این حزب پیشبری گردیده است. پیشبری از جانب حزب حاکم و تبلیغ نامزد مومینی در سامانه رسمی شهرداری خوجند به معنی است که او به احتمال غالب برنده انتخابات روز 16 ایون اعلان و وکیل پارلمان انتخاب خواهد شد. قرار معلوم از 63 کرسی مجلس نمایندگان بیش از 50 کرسیش در دست نماینده های حزب حاکم و چند کرسی باقی ماندهش در دست وکیلان و چند حزب دیگر نیز طرفدار حکومت قرار داشته، یگان حزب مخالف در پارلمان تاجیکستان یگان نماینده ندارد. مفسومه مومینی از کادرهای جوان و آینده‌دار حکومت کنونی به شما رفته، با وجود سن جوانش علاقه تجربه کار در چندین منصب بلند را دارد. مفسومه مومینی سالهای 2014-2018 معاون یکم رئیس اتفاق جوانان تاجیکستان نیز بود. او سال 2019 در موضوع اشتراک جوانان در دگرگونسازی اجتماعی اقتصادی در سالهای استقلالیت در جمهوری تاجیکستان رساله نامزدیش را حمایت کرده عنوان نامزد علم‌های تاریخ را به دست آورده است. مفسومه مومینی سال 2015 سزاوار مدال خدمت شایسته شده. از سال 2010 عضو حزب حاکم خلقی دموکراتی است. عائله‌دار، صاحب 2 فرزند می باشد.